دیروز به دهه ورخ شهر اسفره رئیس ناحیه مسچا طاهر عزیززاده و راهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، جامعه‌های مهنتی، جوانان فعال و ورزشکاران موفق این ناحیه تشریف آوردند. طاهر عزیززاده و هیئت همراهانش تحت راهنمایی رئیس شهر اسفره بهاءالدین بهادرزاده با روند عملیات گسترده سازنده بنیادکارانه در ورخ باستانی از نزدیک شناس گردیده، ضمناً با مردم صحبت‌های صمیمی انجام دادند. تأثیرات هیئت مهمانان از صحبت‌های صمیمانه با شهردار اسفره بهاءالدین بهادرزاده، رئیس جماعت دهات ورخ مهرنیسا رحمتова و رئیس محله نزد سرحدی تاجیکان غفور جورایف، این چنین از شناسایی با روند کارها در سمت بنیاد و از نوسازی انشاءات‌های مهم اجتماعی، روحیه بلند و عزم سازنده مردم اسفره به ثانیه بود که این نکته را در جریان صحبت‌های روبرو با ساکنان ورخ ابراز نمودند و هر یکی به تکرار تأکید هم داشتند که مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. ورخ گوشه بهشت آسای تاجیکستان است. مسجاهیان همیشه کنار مردم این دیار قدیمی تاجیکان بودند، هستند و خواهند بود. ورخ تحت توجه بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد و بنیاد مهمترین انشاءاتها و حل مشکلات اجتماعی موجوده تقویت بخشنده و دلیل ردناپذیر این ادعاست، اظهار داشتند آنها. باید تذکر داد که جوانمردان غیور و گرد افکن مسجاهی جانبداری و پشتیبانی خود را از مردم سربلند ورخ نه تنها به سخن بلکه عملاً ثابت نمودند. برای ساختمانچیان و بنیادگران انشاءاتها و آبادکاران دهه دسترخوان پرفیض گستردند که خود رمزی و حکمتی داشت. تشریف و همدلی و همنظری آنها این خود رمز سرجمعی و اتفاقی اهل ملت بود.